سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو. رو بریم سراغ فری فایر ایمبات. این چیت ایمبات مدل دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کنید، ساب کنید، زنگوله گرمش هم بزنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. میبینید که من الان 2 تا گام برداشتم. الان روشن نیست. ببینید همه چیز غیر فعال. ببینیم من چجوری میزنم. ببینید نمیخوره، خیلی بد میخوره. ببینید میکشم بالا. الان یکی میاد میگه تو درست نمیکشی بالا. ببین الان بدون اینکه از این استفاده کنم الان میایم اینو روشن میکنیم. شما همه گزینه‌هاشو باید روشن بکنید. اولی، دومی، سومی، چهارمی هم روشن کنید. بعد این نکست رو ندهید. XT اینجا چیه اینو ندهید، کنارشو بزنید. چیه کلوز بزنید. اینو که دادید الان یکم فکر نه الان رو پاش آف کرده بود مشتی. ببینید آقا یه دقیقه بسیبرید ناموسن. ببینید اصلا کنید سنستون هم باید همش 200 باشه، همش برای این باته. ببینید یه فست میزنیم اینجوری. خب ببینید خیلی سوسیس میخوره. الان ببینید نه بابا رو پاش آف کرده بود. دیدید که ببین اونجا اینجوری نمیخوره. ببین نه با وود خیلی بهتر میخوره. اینا ببینید خیلی سوسیس میخوره. الان بریم داخل خود تریرینگ امتحان کنیم. بچه بهتون میگم اینو تا یک 3-4 روز یه اکانت فیک یا بیارزش بازی کنید تا واقعا ببینید بن نشد. بعد امتحانش کنید. تضمین کامل نمیدم که بدون بنه. الان ببینید از نزدیک شما مثلا من نمیتونستم انقدر خوب سوسیس هد بخوره. سوسیس گرفته. لگم باد بابا لگم باد، خیلی بد لگم. بیا بیرون. ببینید من پینگم بعد این نمیمیره. من مردم. آره داداش منطقه بازی بابا خود چه منطقه این بازی داره. بعد آخراش هم بهتون یاد میدم که چطوری بابا خب خیلی ببینید الان اینجا خورد ولی بنده ببین خیلی سوسیس میخوره. الان ببینید الان این سند نیست چیه. بس بچه اگه اون سند نیست چیه دیگه. ببینید ناموسا الان یکی فکر میکنه من چیتم. میبونم که دو شدن چیت نیست. برار بینجا درخک بینجا. این که وسوش شد اصلا مهم نبود. ایران داشت ولیه. او این چیه؟ برو دلغک. نتم عالی. ببینید سوسیس 2 3 تا. ببینید اون اونجوری هم که خوب نیست که مثلا برید در جا برید بند بشید و فلان. دلغک بابا من زدم خود نتم فیک پینگ فیکیه این. ببینید من تیر ول کردم خورد. الان خیلی بد دارم لگ میخورم. از این خوب که نیست 100%. الان اینجا سوسیسی میزنیم ما. الان یکم دیگه. ببین او بابا بیا برو دارم خودم باد بازی میکنم. ببینید عشق کنید ناموسن چقدر بد میخوره. با از پشت نزن داداش، از پشت نزن.
بابا دلغک. خب یا عالی دلشیران عالیه. داداش شیران پینگم چرا رفت؟ مثل اینکه پینگون خراب باشه هد نمیخور. منطقه دیزیز کار. الان ببین چند تا کیل پر سرم هده. بابا پرس از بک زد دلغک. خب ببینید ناموسم بچه شما ناموسم ببینید تیرو ول دادم هد خورد. تیرو ول که دادم هد خورد. اخش کنید ریپورت مون ندارم. الان برنشیم بابا چی ببینید چجوری سوسیس میخوره از نزدیک از دور. بابا بدبخت دلغک فست روانی شدم این دست بلیر دلغک. بولگم دلغک کنه بابایی در بچه. خوانم بدون روشن این برید اسم همه رو خاموشی کنیم. الان بیاییم ببینیم چطوریه. باش مثلا که من چیزیم نه اون بچه ببخشید اینو باید رد کنم تو خیلی فول بشه. بیا رد کنم ببینیم چجوری میخوره. ببینیم میز رد میگیره نمیخوره. نمیخوره چرا؟ خب بعد 50 تا چی گیره اینم که ویسکوش. اوه جون بیا برو دلغکی بود. الان بریم آموزش آوردنش و کاراش انجام دادن رو بهتون بگم. برنامه تو کانال تلگرام من هست. یک رمز 2 رقمی داره که رمزش هم توی کانال تلگرام من هست. الان شما میتونید بزنید روش. اینجا بزنید اوکی. اینو باید یه فیلتری بزنید که خوب باشه ها. من اینو نوشته استارتو که زدید این بالا میانتون میاد. شما باید همه رو روشن کنید. بعد بزنید این بیل که پایین کنار چی کلوز این تیکی پایین من فول شد. به همین راحتی ببینید. شما من لایک کنید ساب کنید حمایتاتون نیاز داری بچه. زیادی دارم میزنیم. امیدوارم از خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو دیگه فعلا خداحافظ همگی.